تصادف جلوی چشمته. توی این لحظه هر ثانیه یعنی مرگ یا زندگی غیره. اولین کار خونسرد باش. نترس، نفس عمیق بکش. بعد محیط رو امن کن. نپر وسط خیابون. ممکنه ماشین‌های دیگه هم بیان. اگه شب بود، چراغ موبایل رو روشن کن یا چیزی جلوی ماشین‌ها بگیر تا متوقف بشن. حالا برو سمت مصوم. عجله نکن. اول نگاه کن ماشین آتش نگیره یا خطر جدیدی نباشه. بعد صداش کن. حالت خوبه. میشنوی. شونه‌هاشو آروم تکون بده. مرحله بعد سریع با 115 تماس بگیر. خیلی دقیق بگو کجایی، چند نفر زخمی شدن و وضعیت چقدر خطرناکه. اگه خونریزی شدید داره، با یک پارچه تمیز فشار بده تا خون بند بیاد. حتی لباس خودت هم میتونه کمک کنه. اگه بیهوشه ولی نفس میکشه، به هیچ تکونش نده. فقط سرشکمی به یک طرف هم کن تا راه تنفس باز بمونه. اما اگه نفس نمیکشه غیر اینجا وقت CPR هست. فشارهای محکم روی وسط سینه حدود 100 بار در دقیقه. این کار ساده میتونه زندگی رو برگردونه. یادت باشه 3 چیز همیشه توی ذهنت بمونه: خونسردی، تماس با اورژانس، کمک فوری. همین 3 قدم ساده میتونه یک زندگی رو نجات بده.